سلام بینندگان عزیز، شما را با دیدن برنامه اخباری آزادی دعوت میکنیم که مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه در اختیار شما قرار میدهد. سرخط موضوع امروز 18 نوامبر. در تاجیکستان ممکن است برای زدن زن و یا ظلم و ستم به هر عضو عائله جزای سخت تعیین کنند، کاری که به قول حامیان حقوق در کشور رسم شده است. участковой занг гуфтам хали задагианма ака апаҷон гуфт вай корманди милли саишутон гуфт мо вай ягом чора ягом чӣ дида наметонем апа. раиси ҷумҳурии русия бо имзои як санад шароитро барои аз кор ҷавоб додани муҳоҷирони корӣ осонтар кард. баҳона ҳам барои ихроҷ зиёд шуд. ва шӯрои амнияти созмони милал таҳри қадномаи пешниҳодии амрико дар бораи роҳҳои поён додан ба ҷанг дар навори ғазаро қабул намуд. як зан аз шаҳри душанбе ба додситонӣ шикоят бурдааст ки шавҳараш ки корманди милиса аст ӯро ба ҳадде задааст ки кӯдаки баднаш афтодааст. зӯроварӣ ва ё зулму бадрафторӣ ба зан ки як одати вайронгар дар ҷомеа мебошад, ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон як кори оддӣ аст ва бояд аз байн бурда шавад. ҳоло мақомот мегӯянд мумкин аст барои зӯроварӣ дар оила ҷазои сахте таъин кунанд. мавзӯъро мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев пайгирӣ карданд. این زن از بدرفتاری شوهرش شکوه میکند ولی نمیخواهد چهرهش دیده شود. تشخیص طبی دادگاهی و مراجعتش به دادستانی را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. وی میگوید که 8 ماه پیش با یک مرد نکاح مسلمانی کرد. تنها 2 ماه اولی زندگیش خوب گذشته، بعداً معلوم شده است که مرد همسر دیگر دارد. شوم خیس آمد چه وای زنگ زدی من نشان دادم تلفنکی نه ای اوسو زنگ زدگی خیلی چه کی بود من همش گفتم زپیسای گپ زدگی مرا نشان دادم. شوم خیس خرید یا زن یا اگنت کدام شی ای پشتی من میکوی قوی میکنی کاردار میشی خیز زدگما برام در مای بالا محکم کرد برام مدرب ساعت 9 شب بود اوج من خونراو شدم. به سبب دیر مراجعت کردن به پزشک فرزند این زن نابود شده است. در نامه او به دادستانی آمده است شوهرش کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزاب است. شوهر در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی شکوه‌های همسرش را رد کرد و برعکس زن را گناهکار نمود که با کارد به او حمله کرده است. این مرد گفت کارچه و لباسهای خونالود را پنهان کرده است، پی کارت هست. من به او دست برداشتگی نیستم. خودش رفته دارو خورد و کودک افتید. پایان اقتباس. این مرد تنها تصدیق کرد که بعد جدا شدن از همسر اولش چند ماه با این زن زندگی داشت. اما زن دعوا دارد که ناظر منطقوی هم به دادش نرسید. سرم پوری خون участковой زنگ زدم گفتم اکا هم خیلی گپ کاره. участковой هازی میبیام اینا میبیام نآمد. خودم مجبور شدم به عدل رفتم. اپا جان گفت وای کارمند ملی سایشتون گفت ما وای یگام چورا یگام چی دیده نمیتونیم اپا شما را هم مسئولیت میتیم که بهوده وقتتون صرف نکنین. ما برای فهمیدن موقع ناظر منطقوی به او زنگ زدیم، اما این کارمند پلیس بعد شنیدن سوال گوشی را گذاشت و دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شکایت از خشونت خانگی در تاجیکستان زیاد صدا می‌دهد. تنها در نیمه اول سال روان قریب 1800 نفر از زوراوری در عائله به کمیته زنان مراجعت کردند. نزدیک به 260 عریضه بیشتر نظر به سال گذشته. وزارت عدلیه تاجیکستان ماه اوگوست امسال خبر داد که در لایحه نو کدکس جنایی برای خشونت و زوراوری در عائله بندی علاهیده پیش بینی شده است. مقررات برای زوراوری همچون یک حرکت علاهیده کردار جنایتی پس از قبول شدن ما گفته میتونیم که در کد جنایی جا میشد. حالا در کدکس عمل کننده چنین چیز نیست. وزیر عدلیه نگفت که برای خشونت در لایحه نو کدکس جنایی چی جزا پیش بینی شده است. فعلا گناهکاران زوراوری در عائله جریمه یا به حبس‌های کوتاه مدت محکوم میشوند. حامیان حقوق از تعیین جزای جنایی برای خشونت در عائله استقبال میکنند. همچون حمایتگر که با چنین پرونده تجربه کاری دارم، امین شاید سبک بودنی جوابگری برای زوراور برای تکرار شدن این کردار نسبت به جبر دیده یا که یک حسیاتی بی‌جزایی را به او پیدا کند. در دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان برای زوراوری در عائله جزای جنایی و تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. برای فرزند برای گفتپا بخ آدمیزاد گفتپا طاقت میکنین که نمیشه. کاسه صبرم یک روز نه یک روز پر میشه.
این زن با مکتوب و تشخیص طبی در بدر مقامات می‌گردد. طلب یگانش این است که شوهر او برای عذاب‌های داده اش جزا گیرد. مولا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی دوشنبه. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا نموده است که از کار جواب دادن مهاجران را برای کارفرمایانشان آسان‌تر می‌سازد. ترسیم شده کودکس کار در روسیه که پوتین روز 17 نوامبر امضا کرده است به کارفرمایان امکان می‌دهد در صورت کم شدن معیار قبول کارگران خارجی مهاجران را از کار جواب دهند. بر اساس کودکس پیشین کارفرمایان حق نداشتند که کم شدن کوتاهای قبول کارگران خارجی در شهر و یا ناحیه و ولایت خود را همچون اساس برای از کار جواب دادن مهاجران استفاده برند. قانون نو از 1 مارس سال 2026 اعتبار پیدا می‌کند. اگر شرکت‌ها طلبات مذکور را اجرا نکنند تا 1 میلیون روبل جریمه می‌شوند و یا فعالیتشان را باز می‌دارند. روسیه در دام 2 سال اخیر دهها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول کرد و با بهانه اجرای این مقررات با زور و فشار و تحقیر دهها هزار خارجی از جمله مهاجران کاری زیادی تاجیک را هم از خاک این کشور بیرون نمود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. در آوازدهی روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح قطعنامه پیشنهادی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره نقشه ختم جنگ در غزه پذیرفته شد. این قطعنامه استقرار نیروهای بین‌المللی پاسداری صلح را در باریکه غزه در نظر دارد. تفصیلات در گزارشی همکارم خیرمان بخوزاده. طرح قطعنامه همچون قطعنامه رقم 2803 پذیرفته شد. روز دوشنبه شورای امنیت طرح پیشنهادی پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ را برای ختم جنگ در غزه قبول کرد. قطعنامه شرکتی کشورهای عضو را در شورای صلح حکومت گذار اجازه می‌دهد. این سند که از 20 بند عبارت است، بازسازی و برقراری اقتصادی غزه را پیش بینی می‌کند. جریان خلع سلاح با شرکت نیروهای پاسداری صلح می‌گذرد. اسرائیل و گروه جنگی حماس ماه اکتبر با این سند راضی شدند. این قطعنامه راههای امکان پذیر برای تعیین آینده مأموریت فلسطین را بعد انجام اصلاحات ضروری باز می‌کند. وقتی جای موشک‌ها را شاخه‌های زیتون پر می‌کنند و شانس تهیه آینده سیاسی دست می‌دهد. آن نیروی حماس را ضعیف می‌گرداند و رهایی غزه را از سایه وحشت تأمین کرده شکوفایی و امنیت را فراهم می‌کند. حماس که آن را اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا تروریستی مینامند، به تکرار گفته است که از سلاح دست نمی‌کشد. این گروه ادعا می‌کند که نیروهای بین‌المللی در داخل غزه در اصل با طرفداری از اشغالگران یک بخش نزاع خواهند شد. روسیه که در شورای امنیت حق ویتو دارد و از پیش گفت قطعنامه را قبول نمی‌کند، از آوازدهی خودداری نمود. در اصل شورا بر اساس وعده‌های واشنگتن و تشبث آمریکا رضایت داده نظارت پوره غزه را در اختیار شورای صلح و نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح می‌دهد که درباره آنها تا حال هیچ معلومات نداریم. مأموریت فلسطین از این قطعنامه استقبال و آمادگی خود را در تطبیق آن بیان نمود. ترامپ از این قرار چون لحظه واقعا تاریخی ستایش کرده است. قطعنامه در اسرائیل بحث برانگیز شد چون آن به تأسیس دولت فلسطین در آینده اشاره می‌کند. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ضد تأسیس دولت فلسطین بوده و وعده داد که با هر راه آسان یا مشکل به خلع سلاح در غزه دست می‌یابد. برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور که فساد و رشوه‌خوری را یک مشکل سخت در جامعه می‌دانند، هیئت شورای را وضع کردند که کارش از بین بردن این ظهورات خطرناک میباشد. اگرچه مقامات میگویند با پاره‌گیران و منصبداران بی‌وجدان که حق مردم را میخورند مبارزه میبرند، اما به قول سازمان‌های بین‌المللی این تلاش‌ها ثمره درست ندادند و هنوز اجرای یک کار در اداره‌های عادی‌ترین هم بی پول امکان ناپذیر است. گزارش همکاران ما در همین باره نقل می‌کند.
در تاجیکستان اکنون راهبران 40 ساختار دولتی و سازمان‌های اجتماعی ضد رشوه‌خوری و فسادکاری مبارزه می‌برند. این مقامداران در شورای ملی مقاومت با کورپسیا جمع آمده زیر راهبری سروزیر تاجیکستان فعالیت می‌کنند. تا آخر ماه اکتبر امسال شورا بیشتر از 30 عضو داشت، از جمله 4 یاردمچی پرزیدنت، 2 وکیل پارلمان، راهبران ساختارهای قدرتی، 4 وزیر، رئیسان آژانسی‌ها و خدمات دولتی و راهبران چند سازمان اجتماعی اعضای شورا بودند. آخر ماه اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان راهبران چند ساختار دیگر را به این شورا شامل کرد، از جمله وزیر معارف و علم، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دیرکتور آژانس اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی، راهبر ائتلاف جامعه شهروندی اوید به شفافیت و مبارزه با کورپسیا و غیره را. وجود چنین شورا و شامل شدن راهبران ساختارهای نو در مبارزه با فساد و رشوه‌خوری چه نتیجه می‌دهد؟ جامعه شناس مظفر علیموف گفت اعضای نو در شورا نفوذ این نهاد را بیشتر می‌کند. هرچی اگر بیشتر ساختارها در همین شورا فعال باشند و در جریان باشند، این فقط به منفعت کار است. هرچند شورای مذکور را سروزیر راهبری می‌کند و در نزد پرزیدنت تاجیکستان حسابات دهنده است. این شورا با فرمان پرزیدنت هنوز سال 2010 تأسیس شده است. در این مدت شورا در مبارزه با فساد و رشوه‌خوری چه دستاوردهایی داشته است در رسانه‌ها معلومات کافی موجود نیست. تنها چند مرتبه رسانه‌های دولتی تاجیکستان از برگزاری جلسه‌های شورا خبری کوتاه نشر کردند. موجودیت و فعالیت شورا در حالی است که تاجیکستان بنا به بهاگذاری بین‌المللی از جهت جای داشتن رشوه‌خوری در میان 184 کشور در مقام 164 قرار دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در گذشته گفته بود که کورپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات اصلاحات بنیادی نمی‌گذرانند. نگاره مقیمی یکی از منصبدار آژانس مبارزه با کورپسیا گفته بود ارزیابی‌های سازمان مذکور قابل اعتراف نیستند. یک نظرپرسی رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که ساکنان بیشتر معاش پست را سبب فسادکاری در تاجیکستان می‌دانند. فکرم معاش زیاد کنه. هر یک اولی که شود که با همه مردم به زندگی خود برسونه. به نظر من متاسفانه نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا در بیشتر موارد آنهای دست به فساد میزنند که کرسی نشین هستند و مقام بلند دارند. شهروندان قطاری به هر حال میخواهند در شرایط بهتری زندگی کنند، پیشرفت داشته باشند، کار کنند، رشد کنند. برای فسادکاری حتما باید جزای سخت داد. آنهایی که فسادکاری میکنند با پول آزاد نشوند، تقاضی نکنند. اگر نظارت جدی باشد، توجه به آنهای بیشتر باشد که امکان فسادکاری را دارند، فکر میکنم آهسته آهسته آن را از بین میبریم. همه جامعه باید بر ضد کورپسیا مثل چون نه تنها مقامات دولتی یا کیچی باید خود شهروندان اگر به فکر شخصی ما وضع کنونی نشان می‌دهد که شورا تنها با نام وجود دارد و پیشگامی مبارزه با فساد نیست. در برابر شورا در تاجیکستان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا با صلاحیت‌های بیشتر و ساختارهای دیگر نظامی فعالیت می‌کنند، اما در بیشتر موارد در تاجیکستان آنها با عیب فسادکاری بازداشت می‌شوند و جزا می‌گیرند که منصب‌های پست‌تر دارند. در چارچوبی سفر یک ҳайати баландпояи тоҷикистон ба Кобул рӯзи 17 ноябр масъулони нерӯҳои марзбонии тоҷикистон ва вазорати сарҳадот, ақвом ва қабоилии ҳукумати Толибон гуфтугӯ карданд. Ба иттилои расмии ҷониби Афғонистон дар ин мулоқот ҳайати тоҷикистонро Абдулвоҳид Мирзозода, муовини фармондеҳи нерӯҳои марзбонӣ ва ҷониби Толибонро Нуруллоҳ Нурӣ, вазири сарҳадот, ақвом ва қабоилии ҳукумати он гурӯҳ раҳбарӣ карданд. манбаъ мегӯяд ҷонибҳо дар бораи амният, густариши робитаҳо, мушкилоти марз ва тақвияти марзӣ муштарак суҳбат намуданд. ҷониби тоҷикистон дар ин бора расман иттилоъ намедиҳад. ба гузориши расонаҳои Афғонистон, Абдулвоҳид Мирзозода дар мулоқот изҳори умед кардааст ки мушкилоти марзӣ байни ду кишвар аз рӯи ҳамдигарфаҳмӣ ҳал шавад. ин мулоқот дар ҳоле анҷом шудааст ки 18 ноябри соли гузашта дар дараи зарбӯзи ноҳияи Шамзини Шоҳин дар сарҳад бо Афғонистон ба шаҳрвандони Чину Тоҷикистон ҳамла шуд. дар натиҷа як шаҳрванди чин кушта, 5 нафар аз ҷумла як шаҳрванди Тоҷикистон захмӣ гаштанд. дӯстони меҳрубон, дар ҳамин сониҳо барномаи имрӯзи ахбори озодиро хулоса мекунем. ташаккур ба якояки шумо барои ҳамроҳӣ. фаромӯш накунед, фардо боз барномаи нав дорем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбонад.